زندگی ما یا شاید دیوونه ها مثل یه خاطرت یا مردن آرزوها. خداست که ناظر دنیاست نابجاست، به همون خدا ظلم به ماست. وقت صوتی را میندازم توی کشورم تا که بیشتر مردم دنیا بایستم پشت سر. بیا جلو رضا من پشتتم. سراغ ما میاد، ما میخوایم برگردیم باز اینجا، نمیدونیم آغاز اینجاست. خیلی زدن تو سرم سرد نشدم به خاطر فقر، من تحت درسم شدم زندانی رپ بدون ترس از هنر. چقدر بعد وقتی بیرون میری جواب سلام، کسی ندعا بمونی خونه خراب پدم و درت بشن گرفتار تناب طلاق، اون وقت حس میکنی کثافت تمام جهان. همه میخوان حقیقتو بدونن، اول باید چشمای کثیف همو بشورن، قبل از اینکه خاک سرزمینمو ببوسن، قبل گوش دادم به من دلیل رپو بدونن. گلوله نیست آدم آهنی، تو رو استخون عاشقا ستار زدی. همه بیا تاریکی شب و توی لحظه کنی محفش، وگرنه یکی از این بالا داره قبل تو میکنه بدون اینکه ما بخوایم سهمشو میبله. حالا همه امتحانا رو پیاده دادیم تا تو پارکینگ واسالی جلو در آسانسور که هر کی بالا میره رو بیاری پایین. از این رو انصاف از ما دور است، تو خلا بدون جواب تنها موندن، به دار آویخته سر بارون است، به دنبال خدایانی که فصل خواد دورن.